احترام خدمت شما همراهان عزیز. یک نکته آموزشی پرایس اکشن در مورد لگ طلایی یا لگ ما قبل آخر خدمت شما دوستان من توضیح بدم. دوستان اینجا بازار حمایت شده و خریدار وارد شده و یک روند صعودی رو آغاز کرده. اگر بخوایم از لحاظ وان لگ تو لگ تا این کف حساب کنیم، این میشه وان لگ و اینجا تو لگ. دوستان این لگ ما قبل آخر کف، این لگ کف، لگ آخر کفه که تا پرش کرده بازار حمایت شده. این لگ ما قبل آخر این لگ است، یعنی لگیه که لگ آغاز کننده ریزش آخر، وان لگ تو لگ. این لگ رو اسمشو میذاریم لگ طلایی. دوستان زمانی که شما لگ طلایی رو پیدا کردید، خیلی هم اتفاق میفته، کاری که باید انجام بدین، ما قبل این لگ بیسی وجود دارد. ببینید اینجا بیس ماست، در واقع این سطح ماژور بازاره، بیس اسپایک، بیس اسپایک، این سطح ماژور بازاره و تاییدیش اینجا میشه. همیشه این نقطه جز نقطه‌ایه که امکان ریجکت شدن و سل گرفتن در یک روند صعودی به موجب اوردر بلاک هایی که اینجا هستش وجود داره. با یه حد ضرر 50 پیپ تا 70 پیپ میشه یه همچین ریواردی رو از بازار گرفت. پس چه اتفاقی افتاد؟ شما یک کف یا سقفی رو که پیدا کردید، لگ آخر کارش نداریم، بیس قبل لگ آخر کارش نداریم، لگ آغاز کننده اینو پیدا میکنین، اسمش لگ طلاییه. بیسش رو پیدا میکنید. بعد اینکه بیسش رو پیدا کردین، سطح ماژورش رو پیدا میکنید. تاییدیه ماژورش رو یه زوم باکس میکشین، یعنی این زوم باکس هم میتونه اینجا هم باشه، هیچ ایرادی نداره. آیا شکستش خرید داره؟ شکست این خرید دارد، اما 1:1 پولبکش، سودش بیشتره تا برگشتش. مثالهای به شدت زیادی رو ما میتونیم پیدا کنیم. لگ های متفاوت، لگ آخر رو پیدا میکنیم. اینجا جاییه که بازار حمایت شده دوستان. ببینید این لگ آخر، این لگ ما قبل آخر، اینجا بیس، اینم تاییدیش. چی گفتیم؟ گفتیم از این ماژور تا تاییدیه زون سل. خب توی برخورد اول پروفیتشو داده. در واقع زمانی که شما یک کفی رو دیدین، لگ آخر، بیس آخر رو کاری نداریم، لگ آغاز کننده لگ آخر یا همون وان لگش رو پیدا میکنیم، میرین سراغ بیسش، ماژورش رو در میارین و یه زون میکشین. اینجا یک ریوارد خوب به شما میده. به شدت هم تکرار میشه این قضیه در چارت، دلیلش هم وجود اوردر بلاک هست. موفق و پرسود.